سلام، امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. به یک دیگه از ویدیوهای من خیلی خیلی خوش اومدی. و این ولاگم یه ولاگ متفاوت هست، یعنی همه قبل عید کاراشون رو انجام میدادم، ولی ما بعد تعطیلات عید چون بچه ها اینجا بودم دیگه نمیخواستم خونه تکونی کنم، نمیخواستم کاری انجام بدم، همین کارهای روزمرگی رو انجام میدادیم و دیگه نتونستیم کارهای عیدو انجام بدیم. ولی واقعا یک ساله که البته تو مراسم الهه یه دستی به سر و وضع خونه کشیدیم، ولی بازم دیگه خونه است دیگه، باید رسیدگی بشه. یه کمی با بهرام کارهایی که مونده رو میخوام انجام بدیم. لحاف دوشک‌ها البته کاوراش رو میخوایم تمیز کنیم، بعد پرده ها رو باز کردیم دادیم شستن، الان میخوایم اونا رو بزنیم. بعد جای بوفه رو میخوام عوض کنم، بعد شما هم لطفا نظر بدین که بمونه یا چیزی نداره میتونم بدنم درست کنم. بعد جای بوفه رو عوض کنیم. بعد یه شام خوشمزم اگه وقت کردم حتما درست میکنم. فعلا اسم شامو نذاشتم، نمیدونم چی باید بذارم. انشالله که یه روز عالی رو کنار هم داشته باشیم. الان بوفه رو خالی کردیم. بعضی از دوستان تو کامنتاشون گفته بودن که جای بوفه رو عوض کنید، مثلا جلوی دید پنجره رو میگیره. من الان میخوام جای بوفه رو عوض کنم. لطفاً بیاین تو این ویدیو تو کامنتاتون بگین که جای قبلی خوب بود یا الان، چون خونه ما یه جوریه که بوفه به جز اینجا نمیشه جای دیگه گذاشت. مثلا اینجا ستون هست کنار شومینه، چون دوتا مثلا دکوری پیش هم خوب در نمیاد. این ور خونمونم که مثل این ور پنجره هست، همینطور که میبینین نمیشه. بعد اون ورام جای آینه کنسول و جلوی آشپزخونه است که اصلا نمیشه. فقط بهترین جا همینه. اینم میخوام از کنج بودنش در بیارم، ببینیم که چطوری میشه. شما هم لطفا نظر بدین. خب همینطور که میبینین من این بوفه رو گذاشتم کنار ستون، اصلا خوب دیده نمیشه. میخوام ببرم اونور پنجره ولی این شکلی بذارم. شما نظر بدید که اینجا جاش خوبه یا ببرم اون طرف. تمام دیگه الان تخترین کار انجام شد. داره الان ما کارهای عیدو بعد تعطیلات انجام میدیم. کارهای عیدو من انجام میدم. چه انجامی هم آخه این شد یه چیز. آره دستت در نکنه. خب الان نوبت لحاف دوشک هاست که روکشاشو شستیم. آقا بهرام خواد کمک کنه، دستش درد نکنه. مرسی. بازنشستگی خوبه. آره بازنشستگی خوبه ولی بازنشستگی خوبه دیگه. ای کاش کمرم درد نمی کرد. تو هم مثل قدیما اصلا نمیفهمیدی که اینا رو کی میشوره کی میذاره سر جاش. خانم چرا میدونستم چی میشوره. میدونستی ولی نمیدیدی. همیشه حاضر. چه نمی اومدم بشورم. شما میشستون دیگه. من میشستم ولی تا وقتی شما به خونه می اومدی من همه کارامو تموم کرده بودم. ولی الان دیگه باید کمک کنی. حالا ببین تو رو خدا بیاین نظر بدیم ببینین آقا بهرام اشتباهی درش بیار عزیزم، باید یاد بگیری.
در بیار در بیار. اینا دوره آبروی داره. منو بردی. اینا دوره داره برم ببینم. نه سب من اینجا بلد نیستم اینا رو قشنگ چیز فرقی نمیکنه همشون. من لحافا راست کنم. اینا کوچکتر از اونه، همشون یکیه، مدل همشون یکیه. در بیار من بهت بگم. در بیار روش کوچه عزیزم، کوچک نیست. در بیار. سب پاره نشه. نه در بیار. کار خوبه ها. واسه خودم بارشستگی بده. آره بابا. خب خب اینا از اول میگفتی دیگه خانم. منم یه ساعت زور میزنم. خیلی کار خودتو سخت میکنی. نه چیزی نیست که خودشم. من چند بار لحاف توشش شستم چه. خب دیگه باید الان کمش کنی. احسن خوب شد. خب حالا بیار سرشو بیار اینور. اینجاهاشو درست کن. ببین این درست میشه. سرمونو بذاریم اینجا درست میشه. نه دیگه نشد دیگه. خب خانم ردیفش کردم. نخ سوزن بیار. نخ سوزن بیار طوری بدوزم که انگار خیاط 100 ساله دوخته. عزیزم یه قشنگ نگاه کن ببین. آخه اینا دوختنیه. پس چیه؟ کاوره چی هست قشنگ ببین. اینا اصلا دوختنی نیست. اینو آره باید برگردونی اون ورش. سب کن. لحاف دوشک که مثلا به این شکلی باشه آره خیلی راحت تر شده. یا زیپ میندازن. فیلم نگیر بابا دیگه آبروریزی شد. فیلم نگیر بعد. آها حالا فیلم ببین چیکار کردم. آفرین دست در نکنه. این گوشه هاشم درست کن. خب همه لحاف دوشک ها همینطوری هستن. قشنگ یکی یکی بنداز. دست در نکن. دیگه یاد گرفتی دیگه. آره دیگه حرفه‌ای شده. منم برم پرده رو ردیف کنم. الان میخواییم پرده رو بزنیم. چه پردی yoktu. Böyle bütün yadmen saçlı ne var? Ders saçlı da onun adı yoktu şey. Ela buradan başla o sandıktan. Sen buradan başla ya sen. Buradan başla Cina. Yok buradan başlayıp kesin. Buradan salım kesin. اول رو سال. خب با کمک هم آقا بهرام. دوستان عزیز ما همه کارا رو داریم انجام میدیم. پرده رو هم آویزان میکنیم. اون روز بردم رفیقم شسته خیلی تر و تمیز و شیک. امروز هم میخوام اینو آویزانش کنم. ببینم چطوری میشه دیگه. خدایا به دادم برس. مواظب باش نیفتی. اصلا نمیفتم. شما چشم نزنی من نمیفتم. نه چرا چشم بزنم. بیام کمک. سب کن خب از همینجا شروع کن. مواظب باش. من تو خونه پدرم اینقدر کار نکرده بودم. اگه کار کرده بود تو خونه پدرش یاد گرفته بودم. آره این همه سخت بهش نمی اومد این کارا. آخه من نمیدونستم. لطفاً مامانایی که پسر دارن بله تو خونه تربیت بدن. نه تربیت که 100% همه پدر مادرها دوست دارن بچه‌هاشون. بعد پرده آویزان کردن رو یاد بدن. نه کلا زالو کردن رو یاد بدن. کلا آشپزی رو یاد بدن. نمیذاره که کلا بچه‌ها مثلا بهشون نیاد وقتی بگی مثلا بیا کمک کن. یعنی بهرام طوری بزرگ شده که اصلا کار واسه مردا ای بود کار خونه. نبود واقعا ای بود. نه کلا مثلا باباش خدا بیامرز ناراحت میشد مثلا مرد از زمین یه استکان برمی‌داشت. اونا مرد بودن. ولی خب قدیمی بودن مرد بودن. خدا رو شکر که آقا بهرام
وقتی که بازنشست شده دیگه آره از وقتی که بازنشست شده یعنی 60% کارهای خونه رو آقا بهرام انجام میده. ممنون. لطف داری دستش خانم. درد دستتون نکنه. درد نکنه. مرسی. اینجا از من تعریف کردین. مرسی. نه دیگه تعریف نیست، واقعا حقیقته. دستش درد نکنه. مرسی خانم. تو این وقت شما همه کارا رو کردی، مخصوصا 2 دختر گل بزرگ کردی. زحمتاشو شما کشیدی خانم. مرسی. من صبح میرفتم شب میومدم، همه زحمت ها به گردن شما بود خانم. ممنون. مرسی. زیر سایه شما. مرسی خانم. وسایل بوفه رو کاملا شستم و تمیز کردیم، زیر مبدا رو جارو کشیدیم. الان میخوام این گلدونا رو بردارم ببرم بشورم، روشو میارم گردشو بگیرم، گرد و خاکشو بگیرم تمیز کنم، بعد بریم سراغ آشپزخونه. اینا رو شستم گذاشتم اینجا آبشون بره. آقا بهرامم داره کمودا رو تمیز میکنه. این فنجونایی که میبینین تقریبا مال 20 سال پیشه. اینا رو عموم از سوریه آورده بود، بعد منم ازشون خریدم. این لمبکی ها هستن. اینم اینجوری خیلی خوشگلن. دستت درد نکنه. پس جای امیدواری هست. پسرایی که تو خونه مامانشون کار یاد نگرفتن میتونن تو خونه خودشون کار یاد بگیرن. دستت درد نکنه. خب اینم جای بوفه. همینطور که میبینین، نمیدونم خوشگل دیده میشه یا نه، ولی کلا بوفه یکم باید کج باشه. اون کنج خونه رو باید بگیره. تا اینجای خونه ما همینطور که میبینین دیواره. بوفه هم کلا جلوی این دیوار رو گرفته بود، ولی نصف تقریبا این قسمت پرده پشت بوفه بود. حالا یه مدت میذارم همینجوری بمونه، بعدنم اگه شد عوض میکنم. مبلرم گذاشتم اینجا، جای تلویزیونم آوردم اینجا. حالا آخر وقتی همه کارام تموم شد کامل فیلمشو میگیرم. میگم خانم یادته یه روز خدا بد نیاره، اون روز شد همه خونه را تمیز کردم، زارو چشیدم، همه کار کردم، فقط لب یه دونه از اون اون لب نه، یه دونه از این. نه از اون نبود، یه لبش شکسته بود. خب آها درش مونده دیگه. قندونمو زد از کنار این بوفه افتاد. منم واقعا ناراحت شدم چون اینا خیلی قدیمی هستن و اینا رو نگه داشتم. به خاطر همین امروز به اینا دست نزدم که کلی کار کنم. یه دونه از اینا بشکنه دیگه. وای من اینا رو نگه داشتم واسه نوه هام، نتیجه هام، ماشاءالله ببینن که مادر بزرگشون، مادرشون و شاید ندیده ها اینا دست به دست. پس خیلی مواظب باش از اینا. ولی من کتشو خوردم دیگه. یه روز کار کردم یه لبه اون شکست. نه دیگه کتک نخوردی، ولی واقعا ناراحت شدم. یکی آخه برای چی بابا؟ خب دیگه من اینا رو 20 سال به این زیبایی نگه داشتم.
حالا نمیدونم، من خیلی علاقه دارم به چیزای قدیمی. بهرام دیگه به این چیزا اهمیت نمیده، ولی نه من خیلی دوست دارم. اهمیت نمیده نه خانم، اینجوری بگو که علاقه نداری. مورد استفاده هست یا نه. خب دیگه همه خب چی من نباید که ببین استفاده خانم بشه. چند سال این خونه ای ماست؟ خب از اینا من واسه نه چند دستی ساله؟ دارم که چند استفاده ساله؟ کنیم، ولی اینا رو نه. اینا من یه آبی از اینا نخوردم. تو اینا آب نمیخورن، تو خب اینا قهوه میخورن. قهوه نخوردم. خب قهوه خانم. خور داریم دیگه، واسه اینا واسه دکوری. خب اینا رو نگه اضافه داشتم. از شکست ناراحتی برای چیه خانم؟ دیگه از دست میفته. باشه آره، باشه، باید نگه حق دارم. با شماست. باشه آره. باشه، خب حالا میخوام بچینم سر جاشو. بسین سر بعد جاش. بشور بذار سر آره جاش. فقط بشور بذار اونجا، بعد جرد خاک چیز کنه، عیب نداره، اونم من بیارم زندگی پایین، یعنی این عزیزم. بشور بذار اونجا. آره زندگی یه آبم نخوریم. تو اینا آب نمیخورن. خب بابا هرچی آب بالاخره آب باشه، شیر باشه، بعد چای باشه، قهوه باشه. باید چیزی خانم خودت استفاده کن. نوه نتیجه اینا رو صاحب نمیشن. چرا یادگاری نگه اصلا بابا یه لجدم میزنن بابا برو بابا بیاندازید بیرون اینا رو. من الان از مامان بزرگم یه شال دارم، واقعا هر موقع باز میکنم میبوسم، میگم وای خدا رحمتت کنه، چقدر زیباست، چقدر جنسش خوبه. من اینو تو سرش دیدم، یعنی واقعا خانم یه یادگاری، یه پیراهن دارم از عراق آوردم، اون یادگاری منه. خب اونم یادگاری شماست. این دیگه خب ببین خانم اون دیگه پیدا نمیشه، اون پیراهن پیدا نمیشه. خب ولی اینا همه جا هست، اینا همه جا هست. باشه من دیگه اینا قدیمی هن. از اینا دیگه نمیتونی پیدا کنی. خب اینا هم خشک شدن. الان میخوام ببرم بچینم به گلدونا گلا رو، بعد میبرم به کشکول. خب دوستای عزیز، همینطور که میبینید کار ما تموم شد. میخوام از این زاویه خونه فیلم بگیرم که ببینین جای بوفه چطور شده. فعلا میذارم چند ماه اینجوری بمونه، اگه شد جاشو عوض میکنم. همون جای قبلی نشدم که هیچ. واقعا تمیزی یه چیز دیگه است. خب الان میخوام واسه شام کته بذارم با خورشت هویجا سرخ بشه. یه ذره روغن میزنم واسه کته. درشو بذارم. حاضر شد، جای همتون خالی. یک کته خوشمزه و خوش عطر خوشمزه بعد خستگی. دستت در نکنه واقعا امروز با اینکه خیلی خسته بودی ولی یه شام خوبم درست کردی، دستت در نکنه. ولی انصافا خیلی کار کردی ما امروز. 2 روز طول کشید. امروز هم کار کرده. آره دیروزم که حسابی کار کرد. امروز هم نصف کارامون رو انجام دادیم. حسابی بخوریم بریم بخوابیم. همینطور که میبینی وسط خونه یه جا انداخته که فقط دراز بکشه، فقط بخوابیم. جای همتون خالی، جای بچه هم خالی. مرسی خانم، مرسی. عالی، مثل همیشه عالی. امیدوارم که همسرای شما هم کارهای خونه بهتون کمک کنن، نه اینکه بعد اینکه از کار افتادین کمک کنم مثل آقا بهرام. خانم کجا از کار افتادیم؟ هنوز سر حال و گبراق هستیم خانم. من خودم میگم کمرم که خوب میشه، اونم بابا خوب میشه. خلاصه حتما کمک به همسراتون بکنین که مثل من چی؟ چمدن نمیدونم رفیق نیمه راه نشه. خب نوش جونتون. ممنون، مرسی. خب عزیزای دلم،
من دیروز نتونستم ویدیو رو تموم کنم، دیگه نصفی از کارامون موند. بعد دیگه بهرامم خسته شده بود، گفتیم بمونه واسه فردا. بعد امروز میخوام این ویدیو رو همینجا تموم کنم. همه کارامون رو انجام دادیم. مرسی که تا آخر این ولاگ با ما بودین. مرسی که کانال ما حمایت میکنین. خیلی از همتون تشکر میکنم، مخصوصا از دوستایی که 1 سال با ما بودن و دوستایی که تازه وارد کانال ما شدن. مرسی از کامنت های زیباتون، مرسی از حمایت هاتون. بعد خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که شما هم کنار عزیزانتون همیشه لبتون خندون، تنتون سالم باشه. شما را به خدا می سپارم. خدا